بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پاری سیف الرحمن دجال باشنده پیشاور پاکستان در شکنجه چی؟ فتواها، کفریات و خرافات پیرباره دجال. یک، پیرباره در کتاب هدایت السالکین صفحه این فتواهای علمای دیوبنده به قول ناقل این فتوا که از استاد احمد فهیم کوهدامنی که یک چهره مشهور رسانه‌ای است در افغانستان، از ایشون برای من فرستاده و خدا خیرش بده و ازش تشکر میکنم. پیرباره در کتاب هدایت السالکین صفحه 229 ادعا بوده که او امام الانبیا هست. اگر کسی این سخن کفر ندونه مسلمان نیست. اگر کسی بدونه این سخن معنیش چیه، برای که اسلام با کفر به کفر شروع میشه. لا اله، اولی کلمش کفر به همه کفره، کفر به همه تواغیته، رد بر همه تواغیته، رد بر همه کفرها و طاغوت هاست. یعنی اول دل تو از هر کفری خالی کن، بعد الله رو جایگزینش کن. یعنی پیر سیف الرحمن نادان بی سواد امام الانبیا شده، حالان که امام الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. در صفحه 329 بذارین اینا رو نشونتون بدم که خودتونم ببینید. در صفحه 329 و 330 این کتاب ادعا کرده که صحبت من عین صحبت پیامبر است. این سخن کفره. در صفحه 328 ادعا کرده که نام من با نام الله که رحمان است شریک است و به عرش نوشته شده. یعنی در رحمانیت با خداوند شریکه. این کفر صریحه، چون این کفری را خمینی ملعون هم انجام نداده راجع به خودش. در صفحه 311 و 312 ادعا کرده که پیر سیف الرحمن و مریدان او هر وقتی که بخواهند ارواح همه انبیاء کرام را خواسته و حاضر میکنند. اعوذ بالله از این کفرها. در صفحه 312 ادعا کرده که پیر سیف الرحمن و مریدان او هر وقت که بخواهند تمام فرشتگان آسمان ها و زمین را خواسته و احضار میکنند. یعنی ولایت تکوینی دارند دیگه، و میتوانند همه آنها را با خود به مدینه منوره ببرند. این ادعا مشیت نافذه است که خاصتا از آن الله یگانه می باشد و کسی که این ادعای مشیت نافذه کند کافر است. و اون چرا من میگم که صوفیان قالی قلوبشون محدود به مثل شیعیان محدود به 12 امام نمیشه، محدود به 14 معصوم نمیشه، بلکه راجع به 14,000 معصوم و بیشتر معصوم ها تراشیدن. این جنایت های تصوف است که ایران را این لجنکاری های قالیان تصوف است که ایران را به جنایت تشیع کشوند در زمان شاه اسماعیل صفوی. ولی جد ملعون شاه اسماعیل صفوی صفی الدین اردبیلی یک صوفی به ظاهرا صوفی سنی بود، از این صوفی های سنی که از هر کافری کافرترند، از هر مشرکی مشرکترند، نه سنی نه شیعه. در صفحه من گاهگاهی صفحه را عوض میکنم برای اینکه شما خسته نشید. در صفحه 325 هدایت السالکین آمده که پیر سیف الرحمن در جماعت پیغمبر به نظر می آید و این گونه آوازها و بشارت‌های غیبی هم به او می آید. هر کدوم از این بندها کفر صریحه. کسی به این حرفها معتقد باشه، نه نجس که هست به جا خودش، نه نمازش قبوله، نه روزش قبوله. مثل که سیک نماز بخونه، مثل که نمیدونم هندو نماز بخونه، یهودی نماز بخونه. در نظر اسلام هیچ کدوم قابل قبول نیست. بدون توحید هیچ عبادتی قابل قبول نیست. در صفحه 328 ادعا کرده که پیر سیف الرحمن در جنگ بدر روح شمشیر محمد صلی الله علیه و سلم بوده. اعوذ بالله. و به برکت او مسلمانان را فتح و غلبه حاصل شده، به برکت پیر سیف الرحمن. لعنت خدا بر چنین پیری و بر کسانی که حرفش قبول میکنند. اینها هستند که به جان موحدان افتاده‌اند. سکوت در مقابل اینها سکوت در مقابل شرک و ضلالت و کفر است و قدرت دادن به اینها
یک جنایت است، یک خیانت به امت است. در صفحه 219 و 328 و 129 و 170 خود را سیف المؤمنین گفته، این سیف الشیطانه. و در صفحه 324 و 442 و 400 این اصلا خودستایی است. مؤمن خودستایی میکنه. لا تزکوا انفسکم، خودتون تزکیه نکنید. انسان خودش رو تزکیه کنه؟ درخت هر چقدر پرثمرتر باشه سرش پایینتره. از ائمه اربعه، از صحابه، از تابعین شما کسی دیدید خودستایی بکنه؟ شخصی میاد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، سرور خلق و حبیب حق، یه خورده میلرزه از هیبتش. اینا میگه برادرم چرا میلرزید؟ من فرزند فلان زنی هستم فلان غذا رو میخورد، یه غذا بسیار ساده، چرا میترسی؟ در صفحه این صفحه که عرض کردم 10 سال که گفته که شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه با آمدن پیر سیف الرحمن بینور و بیفیض شده. اعوذ بالله. چون که مهتاب با طلوع آفتاب بینور می شود. به این جهت کسی که در سلسله قادریه مرید باشد بالای او لازم و واجب است که پیر قادری را ترک کرده امام الانبیا و مشرف بر تمام اولیا سیف الرحمن را پیری گیره. همه این خرافات ها را، همه این پیرها را انجام میدن. شیطان به پوستشون میره، این داها را انجام میدن. اینها نجسترند که به یک چشم برهم پیر سیف الرحمن به یک چشم برهم زدن مریدان خود را به عرش میرساند. پس چرا در زیر خاک دفنش کردند و تمام دنیا و مافیها را به دست آنان میدهد. این همون ولایت تکوینی است که خمینی تا کلینی بر ائمه ادعا کردند. این نجس ها بر خودشون و بر پیرانشون ادعا کردند. همه اینها دکان شیطانی است. همه اینها شامل اون قول نبوی است که بر سر هر کدوم از این فرقه ها، از این راه ها یک شیطان وایستاده که مردم به سوی خودش دعوت میکنه. ولذا جز کتاب سنت راهی نیست.